اینا بیان عوض کنم تو صافش کن. اولی بار دیگه یعنی کنم محمدی نو استاده بوزو استادان شیک. دقیقا برو قبرستون بریم. نه اولش این گوشید نیفته. اما ترکی. آره چیز باید مکمی تچق می‌زنم. با گاز میارمش بالا. با گاز با کلاش. عباس کلاشو بگیر. نگرفتم. من یه لحظه ریدم. من چی بگم؟ من به لحظه فرمون اینجوری میشه. حواسم هست. میگم حواسم هستا. سه بار تا تو زمین دادم کسی. امو دیگه همه شد هر چی کداش کنده رفت یکی. چی؟ تخماش بگم فیلم بگیر. برو بریم. آدم دو دسته بشه باز محکم باید تو دسته داره. چون اگه باید دوربین باشه نمیفتی دیگه. کس خورد یه جوری گرفتم یه لحظه قد شد. یه لحظه این چی مادر قبل شکر بریزیم یا نریزیم. آمدن. آره کجا داریم میریم؟ خدا میدونه. مقصد مهم نیست. آدم مهمه. تو یه بار دیگه هم نگفتی؟ نه گفتم مقصد آدم مهم نیست. راننده مهمه. اون موقع اینه گفتم. بابا دیگه اونجا که خورد چیز ندیدم. اونجا که گیر کردیم دوباره دستم خورد به ضبط و قطع کرد. پس زد داشت دوربین گفت خیلی بد. نه واسه همین از زیر بگیری. اون قسمت رو ندیدین که ما چه اتفاقی برامون افتاد. چرا وایسادی؟ آقا ببند. میخوای از کجا برم؟ خودم بلدم بابا. کسته آمدم از روز. دستم حروم زاده. فقط خدا قواد دلم میخوای این فیلمو نگیری. اینو همه میخوام برم اون بالا. محمد ببریم بالا. بیا باز از زیر. خب بیا کس خلا باز گیر کرده. منی واقعا برو بابا راه از این بهتر. دوستان راهو ببینین شما. عباس بشین. محکم بچسب. سایپا محکم بچسب. دارم گوشی مهمه. ما مهم نیستیم. نه ولش کن. برو بالا تمام. حالا برو فیلم این کسخلا رو بگی. برو فیلم اون کسخلا رو بگی.
چی زنی دیگه؟ سلام کن. نگاه. بلد نیست دو ترک برو. واقعا شیبایی که ما دو ترک میریم و اینا یک ترک هم نمیتونم برم. اصلا نمیتونم برم. بریم. این یک کجا داره؟ اون چی بود؟ سگیام بود. با چای آتیشی. ریدیم. همون ریدی. چاکرم. آخ بابا محمد اینجا رو استوب کن. دوستانی تو بچه ها بابا یک رفیقا ما دیدمان گفت پوش برو. چرا بابا همه جا هست؟ نه ما سالم به جاییم نگه. نمیگه. مقصد میدونی کجاه؟ دایه تلفن بای من میشه. بچه ها مقصد میدونی کجاه؟ قبرستون. سینه قبرستون. به نه باشی با هم همین قبرستون نیست. اونجا قبرستون اونجا. محمد بریم اون ور قبرستون. اون ور قبرستون سیبزنی ها. چرا؟ یا به یعنی سگ نرمده تو قبرستون. اینا پس چی هن؟ من جنگی هم بک میزنم. محمد پس برو بریم مثل اون موقع دنبال راه بگردیم ها. آب بخوریم دوباره برمیگردیم. نه نمیره بالا میره. نه برشون قبرستون همه خب آبی بخوریم برگردیم. اون چی گفتی به من؟ داری فیلمو میگیری؟ من کی صدا کردی؟ عباس. امیر گفتم عباس. باش گفتم عباس. وقتی میگه گفتم عباس بگیرمش واسه همین هم موزه نگوست بده. چی؟ چرا؟ محکم بچسب. محکم بچسب. محکم بچسب. محکم بچسب. محمد بیا وایسادم محمد بیاده. باباش واسه یارو چون درساش خوانده بهش 200 داده ها. موتورش 200 آزماه 990. حالا ما بدبخت موتور از گاهی ما گرفتیم دمش گرم 125. میدونه نباید داریم چی میشه.
هم اول گفتی محمد چرا شلوغ است نکنم. نه بیا دیگه فقط این وریش کن اما زوم کردی از این یه تیکه نه از یه تیکه نیدارم اونجا که وایسادیم استوپش کردیم تا الان دوباره شروع کردیم برو گو نخور فقط به خاطر اگزیزش هرچی دهنه اگزیز گشادتر صدا بیشتر محمد برو دیگه منتظر چی؟ قبرستون ریدم واسد ای بچه ها از اینا هم بگیر کسکه چرا وایسادی او؟ چرا وایسادی؟ راست میگه احمد یکی رو امیر بالا برم بالا آره ما که خلاف نمیرم قدر از کاری که از جای بخشم با موتور بخوام خلاف برم شاید تو عمرم یکی دو بار رفته باشم مادر دگاهی تو چی خورد؟ از عینک ها بگیریم امشب باش شاید فردا عینک میرم انقدی این هم ارزونه؟ نه ارزونیشون با 200-300 تومن سرم در میاد
پایین بگیر عباس من سرعت نمیره الان خوب گاز میداد موتورش گاز میخوره عباس چی؟ یا موتورش گاز من بری تختش گاز نمیخوره من آلمان رو گذیدم و یه تختش میکنه جلو نمیبینی امیر وایس به محمدم بیادم یا نمیره باز سوپ کنم باز آفرین واتر این شیخه شیخ علی کوسی ماره اما سن بابا دار میده از یتیه به پیچه بید بابا شب میاد حالا کنسل کردمش الان بیاد آیا سوال الان یه چی میگم به اون میگم باکس لاستیک ده چند خریدی بی؟ باکس لاستیک ما پری روز مغازه بیدم نمیدونم او گمش کردم من یه دو سه روز پیش باکس لاستیک خریدم آماده از این اسپریانم آماده بود 1.5 لیتر 290 1.5 لیتر پر سلام علیکم یه اتفاقی افتاد
من عموم بهم گفت بیا موتور تا تعمیرگاه ببر. یه تلر 250 رو گرفتم. تلر 250 رو تا تعمیرگاه بردم. یک شتابی داشت حرومزاده. دیگه این هوندا میگه هوندا کوچولوه. هوندا کوچیکمه دیگه. او خیلی بزرگ بود. هوندا 250. هوندا نبود، احسانه. احسان 250. دیگه هوندا تو غاره. خیلی بلند بوده. لنگا به سر نوکش میرسی. یک شتابی داشت محمد. خیلی شتاب داره. چطوری رسید اونجا؟ من دوربین خب موتورش لازمه رفتیم بیرون. اگه موتور شما باشه بریم دور بزن. بشینیم آب بشینم به تل. خیلی نرم بود. انقدر نر بود. این هوندا هیچی بابا شوخ خشکه. راست میگه هیچی مثل 125 آره واقعا هیچی مثل همین 250 موتور اگه نبود می‌خواستی با چی دور بزنی؟ خدا جفت پا بهم داده است و همینه دلم بزدم. امیررضا جا خانه علیرضا جوادی اینا هستن اونجا. عباس دیدی ماشینه موتور پاسکو هم بغلم بود بهم گیر نداد. بچسب خسکش. بگیر فیلمو بگیر. نه 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 نه. آه بله اونا کجا رفتن؟ نه بابا کوشر نگو. موتور پیچیدن گفتی. او آرون خلاف اومدم چون من بچه خوبیم خلاف نمیرم. باشه نه دوی باشه خیلی بلند چه جوگاز نبود. آقا این خانم ها 6 تیر پایین. بزن آبی جوش روشن کن. حالا برای دیگه نمیخوام وایسا کاسیه دیگه خاموش کنی قطعش کن. نه خوبه ماشا به قطعش کن.